خداحافظ آقای رونالدو. مرسی بابت همه چیز. دیشب اتفاقی که نباید افتاد و اسپانیا 1-0 پرتغال رو شکست داد و پرتغال با این نمایش افتضاح از جام کنار رفت. اما اصلا پرتغال برام مهم نیست. اونی که نباید حذف شد کریستیانو رونالدو. هممون هزار بار در مورد این موضوع فکر کرده بودیم که قطعاً همچین روزی میاد که دیگه قرار نیست رونالدو رو توی پرتغال ببینیم، اما مواجه شدن باهاش چیز عجیب غریبیه. اصلا فارغ از رونالدو فن بودن یا مسی فن بودن، یکی از اسطوره‌هامون رفت، کسی که فهمیدیم فوتبال چیه، عاشق فوتبال شدیم، فوتبال رو یاد گرفتیم باهاش، نماد سختی و پشتکار بود، رفت و شاید بعضی پایانا با نرسیدنن که قشنگن دیگه. نشد. کاش فقط یه جور دیگه رقم می‌خورد. الان هزار نکاش توی ذهنم داره میره که کاش رونالدو حداقل یه بار دیگه میشد ببینیمش، اما اینجوری نشد و تازه عمق فاجعه رو وقتی درک می‌کنیم که اولین بازی پرتغال میاد و دیگه کریستیانو رونالدو نیست و تاریخ فراموش نمی‌کنه که هم تیمی‌هاش چطور باهاش رفتار کردن. دیگه هممون دیدیم. نمیدونم نظر شما چیه؟ بگید. و فقط امیدوار بودم که اسطوره بچگیمون یه بار دیگه بتونیم ببینیمش که انگار قرار نیست همچین اتفاقی بیفته.